شيرل جاكسون يا هزرا خودكت شاول عراق کارداری بکت. او جيجرا سروك كامبانيا AIR یا کاروبار و تکنولوژی عثمانیه لشیکاگو. او کمپانی دخواسته سخبریا فروکان و هاتنوچان هوایی لعراق بکت. بگشتی روش حالات ناوراز بازار که گرنگه امروف هک جهه که بخل بره چکت و بحاری کاری عالیه که دیل بره کارداری بکت تشتک گرنگه. وزارت بازرگانی امریکی کاردارت امریکی خواستیه که بنرنه در فتت کارداریه که سروک راسپیلیا کارداری نشمانی عراق سامع العرجی بحث واندکت ابد بیجت قانون کانی لعراق در کدت کارداری بیانی لولاتی. ما پیونده کار استوخه هیا دگل جوات وزیران و سرک وزیر بخوا و جهر گرفتاریه که مهابتن دی ما پیوندی هبت دگل پشکا جب جکرنا و یا قانونی. العرجی بحث ونقش دکت که 1 میلیون خانی دینا آوا کرن و کمپانیت حکومی دی بنایت کسایتی. دی بیشت اره پروسه که یا با هف بری کرن و ناسینا هف کاران؟ بله. والیوز عراقی سمیر سمیدعی دی بیشت دمک باشه با کارداری العراقی. گله قازان جاتی تکرن گله کمپانی نوکا لعراقی پاره پیدا دکن. لی هشت عراق ولاتا که نتنایه دگل هنده که امریکا کار خوی چکداری لحیوه هشت لویر بدماه اینا و بتنه کار شیردوانیه و هاری کاری هیز العراق دکد. آلوز کارین تیرهی تشتک عادتیه گلک ریک و پر هشت نهاتینه چیکرن که هرب نیام سوگره لدی و کلین کافان قا جهانی عراق خرابترین جهه با بازرگانی لروشالات ناوراز با کارداریه و جماره 166 183 ولات جهانی با کارداریه. دستودار ولاتی خرابه و چند سال دستودار تیک چویا. رابرت ایبل لسر هیز و تهنه و پاراسان نشتیمان العراق قد نویسد. دبیشت اجبر برتی الورگرتن و پارا خارنه ناریکیت ریو برنه و لازبان آبوریه بزحمت الویره کارداری بکی. از دیبر خودم کارداری کادریج دم لی از دی هدی الویره دست پی بکم دی هزرا خوباش بکم اگر ویره نباش بو از در کفم. لی بونوکه جیگرا کمپانی AIR شیرل جاکسون و هفکارک خو کمبونه که تایبه دیگل العرجی ری خستیه. دال سر در فتت کارداری باخون او شما دخواست فایده شما در فتو دلیو ورگرن پینگاوا بیت با AIR اوه که بنویسن نقشه که با کارداری بدن راسپیریا کارداری نشتیمانی عراقی ولی سر سالا بیت جاکسون و یه دیده چن عراقی دادگل حکومت و ریبرد کارداری کم ببن اف راپورتش دنگ امریکا هات بلاف کرن